اگر عروس هلندی تو هم بعد غذا هستش و برای غذا خوردن کلی اذیتت میکنه و هر چه غذا جدید واسش میذاری مثلا محل نمیکنه، این ویدیو مقصد توئه، چون تو این ویدیو میخواست تجربیات خودم بهت بگم و یادت بدم که باید چیکار کنی تا هر غذایی که واسه عروس هلندی گذاشتی رو راحت بخوره. از خوراکیایی که مورد علاقه‌شه برای باز کردن اشتهاش استفاده کن. اصلا نباید اونقدر بدی که کلا سیر بشه و دیگه اشتهاش کور بشه. فقط باید اون حدی بدی که باعث بشه اشتهاش باز بشه و بره سراغ خوردن اون غذا اصلی که واسش گذاشتی. مثلا ملورین من بعضی وقتا اصلا میونش به غذا خوردن نمیکشه، خصوصا زمانی که ناراحته. اینجور وقتا واسش یه ذره گردو یا کم تخم میذارم و خب اونا رو که میخوره اشتهاش باز میشه، بدو میره و غذا اصلیشو میخوره. کبد چپ به شدت پهناز رو تهدید میکنه، واسه همونم مثلا چیزایی مثل گردو، تخمه، دونه‌های چرب، آجیل و کلا چیزایی که چربیش بالا رو باید خیلی کم به پهنات بدی که دچار کبد چرب نشه. یکی از راه‌ها برای باز کردن اشتهای پهنات اینه که اون غذایی که واسش گذاشتی رو یه ذره رو برداری رو که انگشتت بذاری و آروم ببری جلوش تا بخوره. البته این روش واسه پرنده هستش که دستی هستش. اگر هم دوست داری که پرناز کاملا دستی کنی مثل ملورین من، میتونی از تجربه من استفاده کنی. تو ویدیوی رازهای دستی کردن کامل بهت گفتم. استرس هم میتونه باعث بی اشتها شدن پرندت بشه. برای همینم پرندت تو محیطی که استرسش کمه، مثلا نور محیط ملایمه، سر صدای کمه بذارش برای که غذا بخوره. اون عروس هلندی که تنها نیستن و همشون چند عروس هلندی دیگه هستش. حتی مثلا مرغ عشق هستش، اونها چون دارن میبینن که پرندهای دیگه دارن میخورن، اونها هم به رقابت غذا میخورن. چون اگه غذا نخورن یه حس عقب موندن دارن از اونا. ولی خب در مورد پرنده که تنها هستش، تو میتونی کاری که کنی براش ویدیوهای غذا خوردن بقیه پرنده رو بذاری. البته بعد ویدیوی همراه با صدا باشه. و خب حالا آخر همین ویدیو هم که فیلم گذاشتم غذا خوردن ملورین، میتونی واسه پرنده پخش کنی. اگه پرنده تو خونه آزاده، ظرف غذا همیشه پیشش نباشه، چون اینجوری اشتهاش کور میشه. میتونی فاصله زمانی 2-3 ساعته رو رعایت کنی و یا زمانی که مطمئنی پرنده گرسنه است، مثلا وقتی از خواب بیدار میشه، زمانی که پرواز کرده و فعالیت داشته. البته ظرف آب همیشه پیشش باشه ها، آب خیلی مهمه، ولی در مورد ظرف غذا فاصله رو رعایت کنی خب برای اشتهاش بهتره. فقط تو پرنده که سالمه انجام بده، نه پرنده که ضعیف و بیمار هستش. عروس هلندی‌ها هم اجتماعی هم فضول و کنجکاو و وقتی شما دارین یک کاری رو انجام میدین بدو میان ببینن که چه خبره، شما دارین چیکار میکنین و از کارتون سر در بیارن. و خب اگه از این ویدیوشون بتونین به خوبی استفاده کنین، هم میتونین خوش اشتهاشون کنین و هم اگه هر آموزشی لازم باشه رو به راحتی میتونین بهشون بدین. ملورین من اصلا هویج نمیخوره. حالا هویج واسش هر مدلی که میذاشتم، براش لای میلای قفس به حالت کوچولو تیکای کوچولو میذاشتم نمیخوردش، براش رنده میکردم نمیخوردش و کلا محل هویج نمیکرد. میدونید چیکار کردم؟ یه روز که داشت واسه خودش آواز میخوندش، من نزدیکش نشستم شروع کردم به رنده کردن هویج و سعی کردم توجهش جلب کنم. وقتی که توجهش جلب شد اومد نزدیکم و همینجوری به کارم ادامه دادم. و خب اونم که فضول دیگه شروع کرد ببین این هویج اینا چیان، از کنارای زفت دزدکی تیکای هویج رو برام داشت و میخورد. و خب اینقدر این کارو تکرار کردم تا قشنگ هویج رو بشناسه و با طعمش هم آشنا بشه، انگار به دهنش مزه کنه. و خب حالا الان اینجوری که دیگه واسش قشنگ داخل ظرفش هویج رنده شده میریزم و میخوره. و یا حتی جالبش اینه که بین میلای قفسم که واسش هویج میذارم بازم میخوره، چون انگاری هویج شناخته. عروس هلندی اونقدر ترسان که حتی اگه یه غذایی که جدید باشه تو سایز بزرگ واسش بذاری و یهو بذاری، امکان داره که بترسن. خیلی وقتا عوض کردن ظرف غذا و یا گذاشتن ظرفای مثلا رنگی و یا ظرف کوچیک استیل برای پرنده باعث کنجکاویش میشه، اشتهاشو باز میکنه. پرنده وقتی که میبینن صاحبشون داره یه چیزی میخوره اصلا امنیت پیدا میکنن و انگار دوست دارن که اون چیزو بخورن. برای همین برو جلوش مثلا یه تیکه سیب بخور، وقتی توجهش جلب شد واسه اونم یه تیکه کوچولوی سیب آروم بذار. پرنده‌ها مثل ما با بوی غذا اشتهاشون تحریک میشه. برای همین اون غذایی که قابلیت گرم کردن داره رو واسش گرم کن تا با گرم کردنش بوی غذاش بیشتر پخش بشه و اشتهاش بهتر باز بشه.
شما هم اگه همش غذای تکراری بخوری خب اشتهات کور میشه. دقیقاً عروس هلندی هم همین جوریه. نیاز داره که براش غذای متنوع بذاری، مثلا ذرت پخته شده بذاری، حبوبات پخته شده، جوانه‌های مختلف، جوانه گندم، جوانه عدس، جوانه ماش، سفته تخم مرغ آبپز، دیگه کاهو، هویج و غیره. حتی این حبوبات پخته شده و ذرت پخته شده رو میتونی بذاری داخل فریزر که هر وقت خواستی دم دستت باشه. البته که 100% تازه‌اش بهتره. راستی تو ویدیو درمان اسهال عروس هلندی در مورد ماش در کنار سایر درمان‌ها اکثر موارد گفتم. بهت پیشنهاد میکنم که اون ویدیو کاربردی رو از دست ندید. درسته که جوانه گندم خیلی خاصیت داره، ولی خواهشاً دادنش به عروس هلندیتون با احتیاط عمل کنید. آخه مست کننده هستش و اصلا هم روی موضوع قویه، چون ویتامین ای زیادی داره و هورمونای گیاهی داره و خب برای همینم مقدار مناسبش تو شرایط مختلف پرنده فرق میکنه. برای هر شرایطی از پرنده برای اون مقدار مناسبش تو کامنت‌های پایین نوشتم. اگه جفت مولد داری و یا جفت مولد نداری و میخوای داشته باشی، ویدیو جفتگیری اصولی تو تیسانال چنل رو دست نده، چون این ویدیو اونقدر کامله که هم جواب تمام سوالاتت رو میگیری و هم فراتر از سوالاتت. اگه خواستی این ماده غذایی جدید رو سر سالنت بذاری، اینو یهو براش بذار، یا با غذای قبلی که خوستن دوست داری ترکیب کن. مثلا میخوای بهش هویج رنده شده بدی. خب سفته تخم مرغ تا الان میخورد و دوست داشته، حالا به کنار همون سفته‌های تخم مرغش یه مقدار هویج رنده شده بریز و با هم مخلوط کن. البته نه خیلی زیاده، یه ذره مخلوط کن. با این روش خیلی خوب جواب میده. بهره‌مند شدن پرنده از نور طبیعی، داشتن ریتم شبانه روزی درست و هم تا خواب کافی برای پرنده باعث میشه که اشتهاش بهتر باشه. پرنده تو شبانه روز به 12 ساعت خواب نیاز دارن و خب پرنده که خواب درستی نداشته باشه خب اشتهای درستی هم نداره دیگه. برای بهتر کردن اشتهای عروس هلندی میتونی از مولتی ویتامین ها، مولتی مینرال ها استفاده کنی. راستی فرق مولتی ویتامین با مولتی مینرال اینه که توی مولتی مینرال اون مواد معدنی لازم هم علاوه بر ویتامین ها هستش. راستی اگه دستور مصرفشون رو خواستی برام توی کامنت ها سن پرندت و علاوه اینکه وزنش چقدره رو بنویس، برات جوابشو میفرستم. راستی اگه سن عروس هلندی رو نمیدونی میتونی ویدیوی تشخیص سن عروس هلندی استفاده کنی. ویدیو خیلی جالبیه. شما برای استفاده از اینها حتما باید پرندتون حداقل 4 ماه داشته باشه که بهش آسیب نرسه به کبدش. ارتباط با سایر مکملایی که هستش و همینطور تنوع غذایی اینها تو ویدیوی تغذیه اصولی تو تیسانال کامل توضیح دادم. اگه دوست داشتید میتونید ببینید. با بازی کردن با پرنده، گذاشتن اسباب بازی جدید واسش و آزاد کردنش تو خونه به صورت ایمن میتونی شرایط تحرک رو واسش فراهم کنی. اسباب بازی پرنده اون نکات ظریف و ریزی که داره و همینطور درست کردن اسباب بازی که کم هزینه باشه راحت توی خونه واسه پرنده توی ویدیوی مدیریت جیغ عروس هلندی کامل توضیح دادم. این ویدیو خیلی جالبه و مطمئنا حسابی به کارتون میاد. توصیه میکنم که دستش ندین. مکان غذاش رو جایی قرار بده که خب تو اون قسمت احساس امنیت داره و بیشتر هم میره و اون مکان رو دوست داره. معمولا عروس هلندی تو خونه این مکان رو انتخاب میکنن و اکثر میرن اونجا و اونجا رو خیلی دوست دارن. غذایی که خواستی به عروس هلندی بدی رو یا حتما به صورت تیکای کوچولو در بیاری واسش رنده کن که بتونه راحت بخوره. اگر هم خواستی براش بزرگتر بذاری حتما بین میله‌های قفس کلا یک جای فیکسش کن که براش خوردنش راحت باشه. و اگر مثلا هویجی واسش بین میله قفس بذاری همون مدلی بخوره واسه نوکش هم تازه خوبه. وقتی که پرنده غذاشو میخوره بهش لبخند بزن و آفرین بگو. اگر پرندت بی اشتهایی و بعد غذایش همراه باشه با 2 تا زمانی که دارم بهتون میگم در ادامه، حتما باید دامپزشک پرنده رو ببینید، چون اینجور زمان‌ها زمان‌هایی که یک کشتاری که آره یک بیماری چیزی هستش حتما. یکی اینکه بی اشتهایی و بعد غذایش همراه باشه با بی‌حالیش، پف کردن‌های طولانیش، مثلا رفتارش تغییر کنه، مثلا اون حضور و کنجکاوی همیشگیش کم بشه و دیگه بدو نیاد ببینه چه خبره. و خب زمان بعدش هم اینه که 2 روز پشت سر هم حتی غذایی که خیلی دوست داره رو نخوره. اگه ویدیو
دوست داشتی با لایکت بهمون انرژی بده. راستی قرار کلی ویدیو جدید و کاربردی دیگه هم به زودی گذاشته بشه، واسه همین چنل رو ساب کن تا از ویدیو بعدی جا نمونه، چنل رو گم نکنی.